سایت‌های هوشمند یکی از محصولاتی هستن که تنوع بالایی دارن و همین تنوع بالا هم باعث شده که انتخاب کاربرا سخت بشه. گلوریمی یکی از برندهاییه که فعالیتش رو تازه شروع کرده، اما در مدت کوتاهی که تو بازار حضور داره تونسته با قیمت مناسب و تولید محصولاتی که کیفیت بالایی دارن و کارایی بالایی دارن کاربرای زیادی رو به خودشون جذب کنن. ساعتی که دست منه گلوریمی GS2 پروه که در حال حاضر یکی از بهترین ساعت‌های این برنده و خیلی از رقبا رو داره به چالش دعوت میکنه. بریم با هم ببینیم GS2 پرو ارزش خرید داره یا نه. اول از همه از اقلامی که داخل جعبش قرار گرفته شروع میکنیم. حالا اگر دفترچه راهنما رو بذاریم کنار، داخل جعبه این ساعت یه دونه بند سیلیکونی اضافه قرار گرفته، کابل شارژ آهن ربایی و یه محافظ صفحه نمایش جداگونه که از خط و خش افتادن روی صفحه جلوگیری میکنه. کارت گارانتی طلایی هم داره و اینطوریه که به صورت بین‌المللی هستش، یعنی شما تو هر کشوری برید که دفتر گلوریمی اونجا باشه میتونید ساعت یا حالا هر محصولی از این برند رو دارید به صورت رایگان تعمیر کنید یا حتی اگر تعمیر هم نشد دستگاهتون رو تعویض کنید که یکی از مزایای این ساعت به حساب میاد. جنس بند سیلیکونی که براش گذاشتن از نوع نرمه و حساسیتی هم واسه پوست ایجاد نمیکنه که نکته خیلی مثبتیه. بند آهن ربایی هم که براش در نظر گرفتن کیفیت ساخت خیلی خوبی داره و حتی موقع ورزش و تکونای شدید دست هم اصلا شل نمیشه و خیلی قرص و محکم سر جاش قرار میگیره. بریم سراغ طراحی GS2 پرو. این ساعت یه طراحی اسپورت و در عین حال ساده‌ای داره که از نظر من زیباش کرده. تو ساخت این ساعت از فلز استفاده شده، اما اینطوری نیستش که بدنش تمام فلزی باشه. فریمش از آلیاژ روی تولید شده و کلیداش آلومینیومیه که دوام و استحکام بالایی هم دارن کلیداش. واقعا وزن و ضخامت این ساعت پایین در نظر گرفته شده و خیلی وقتا وقتی که این ساعت رو شما میپوشید به هیچ عنوان روی دستتون احساس نمیکنید که این نکته خیلی مثبتی به حساب میادش. بخش پایینی این ساعت حسگراش به همراه میکروفون قرار گرفتن که بیرون زدگی حسگراش اونقدر زیاد نیستش و حتی اگر بند هم به صورت صفر ببندید به هیچ عنوان اذیتتون نمیکنه. کلیداش دوام و اتصال خیلی خوبی دارن همونطور که بهتون گفتم و دسترسی بهشون هم راحته. کلید اولش به عنوان پاور عمل میکنه، دیجیتال کراونی که براش در نظر گرفتن حالا میتونید به عنوان اسکرول یا حتی بالا آوردن منو ازش استفاده کنید و در نهایت هم کلید آخرش یه حالت کلید میانبر در نظر گرفته شده و توی تنظیمات میتونید که حالا هر دسترسی سریع که میخواید رو براش تنظیم کنید. من خودم کلید تنظیمات رو براش در نظر گرفتم، حالا به صورت پیش‌ورز این کلید روی حالت ورزشی تنظیم شده. لبه سمت چپش خروجی اسپیکرش قرار گرفته که جلوتر بهش میپردازم چه جوریه. توی بخش جلویی که نمایشگر 2.5 بودیش قرار گرفته حاشیه‌هاش به شدت باریکه و به فضای زیادی دسترسی داریم که واسه یه ساعت هوشمند با این ابعاد واقعا مناسب و قابل قبوله. در نهایت هم باید اشاره کنیم که گلوریمی GS2 پرو از استاندارد IP68 مثل تمامی ساعت‌های ورزشی پشتیبانی میکنه تا خیالتون رو بابت خیس شدن یا قرار گرفتن توی محیط‌های مرطوب راحت کنه. گلوریمی GS2 پرو به یه نمایشگر 2.1 اینچی امولد مجهز شده تا رنگا رو خیلی شادابتر و پویاتر نمایش بده و تازه به لطف پنل امولدش رنگ‌های مشکی و خیلی عمیق نمایش میده. یکی از محاسن این نمایشگر برخورداری از نرخ نوسازی 60 هرتز که عملکرد به شدت روون و سریع داره. تازه خیلی از ساعت‌های گرون قیمت هم از همین نرخ دارن استفاده میکنن که بودن این ویژگی روی یه ساعت میان رده واقعا اون رو جذاب میکنه. نمایشگرش کیفیت تصویر به شدت بالایی داره و محتوا رو با جزئیات بالایی نمایش میده. نکته منفی توی بخش نمایشگرش وجود نداره واقعا و بی‌نظیر عمل میکنه. به لطف روشنایی 1350 نیتیش به راحتی میشه زیر نور مستقیم خورشید باهاش کار کرد و عملاً باز هیچ نکته منفی نداره. در کل نمایشگر GS2 پرو اگر بهتر از نمایشگر مثلا گلکسی واچ 6 نباشه بدتر از اونها نیست و تقریبا میتونه همپای اونها حرکت کنه. گلوریمی GS2 پرو برای پردازش اطلاعات و دیتاهای کاربر از یه پردازنده 2 هسته‌ای استفاده میکنه و برای نمایش واچ فیس های 3 بعدی و اجرای بازیهاش به یه پردازنده 2.5 بعدی مجهز شده. به لطف این سخت افزار GS2 پرو واقعا توی عملکردش به هیچ عنوان لگ و کندی دیده نمیشه و تمامی دستورات با سرعت بالایی اجرا میکنه. من خودم گلکسی واچ 4 داشتم، خیلی وقتا بین جابجایی منوهاش
واقعا گیر میکرد و لگ داشت، اما توی GS2 پرو واقعا همچین مشکلی وجود نداره. از نظر نرم افزاری باید بگم که GS2 پرو به سیستم عامل اختصاصی این شرکت مجهز شده که پر از امکانات و نرم افزارهای مختلفه. مثلا بخوام از نرم افزارهای این ساعت بگم، باید به ماشین حساب، بازی‌های پیش‌فرض، شاتر دوربین، دستیار صوتی هوشمند، مدیریت زمان با استفاده از تکنیک پومودورو و کلی آیتم‌های مختلف که خیلی وقتا شما رو از داشتن گوشی هوشمند هم بی‌نیاز میکنه. چرا؟ برای مثال شما میتونید 50 تا عکس، 100 تا آهنگ و تا 12 ساعت هم وایس رو خود ساعت ذخیره کنید که نکته خیلی مثبتی به حساب میاد. فقط باید این نکته رو اشاره کنم که دستیار هوش مصنوعی که براش در نظر گرفتن عملاً هیچ فانکشن آنچنانی نداره و به دستیار صوتی گوشی وصل میشه و میگم کارهای خاصی نداره. فارغ از این که شما میتونید موسیقی‌های ذخیره شده روی ساعت رو پخش کنید، با استفاده از بلوتوث هم آهنگ‌هایی که روی گوشی موجوده رو میتونید از طریق اسپیکرش پخش کنید که باید بگم کیفیت اسپیکرش واقعا خوب و قابل قبوله و حجم صدای خیلی مناسبی هم تولید میکنه که واسه یه ساعت تو این ابعاد واقعا مناسبه. امکانات شخصی سازی خیلی خوبی داره و واچ فیس هایی هم که براش طراحی کردم واقعا جذاب و کارآمده و حالا شما میتونید حالتهای کلاسیک انتخاب کنید یا حتی اگر اسپورت دوست دارید حالتهای اسپورت زیادی براش در نظر گرفتن. توی اجرای بازیایی که براش در نظر گرفتن تقریبا عملکردش قابل قبول و خوبه، فقط اگر برای مدت طولانی بازی کنید داغ میکنه که خب با توجه به جستش یه چیز خیلی عادی و معمولیه، نباید ازش انتظار یه گوشی داشته باشیم و نکته آنچنان منفی نیستش و میتونیم ازش چشم پوشی کنیم. در کل این ساعت از نظر نرم افزار و سخت افزار واقعا عملکرد خوب و پایداری داره. GS2 پرو برای اتصال و تبادل اطلاعات بین گوشی و ساعت از بلوتوث 5 و 3 استفاده میکنه که سرعت و پایداری بالایی داره. برد بلوتوث بالایی داره و خیلی وقتا گوشی من اصلا یک سمت دیگه از خونه بوده و خودم یه سمت دیگه‌ای بودم، به راحتی میتونستم تمامی اعلانات و تماسام از روی ساعت دریافت کنم و هیچ گونه تداخلی توش وجود نداشت. اتصال ساعت و گوشی هم خیلی ساده است، کافیه که برنامه هاوفیت رو نصب کنید، حالا اکانتتون رو ایجاد کنید، از طریق دیوایس نام ساعت رو پیدا کنید، روی اون بزنید و در نهایت یه تاییدی روی خود ساعت میاد که اگر تیکش رو بزنید ساعت و گوشی با هم سینک میشن. اتصال ساعت و گوشی خیلی پایدار و خوب بودش و نیاز نیستش که مثل خیلی از ساعت‌های دیگه حتما برنامه رو باز کنید تا اطلاعاتتون سینک بشه. من همچین موردی توی گوشیم ندیدم، حتی با اینکه سیستم عامل گوشیم هم اندروید 15، اما این نرم افزار به خوبی عمل کرد و هیچ گونه مشکلی نداشت. تمام تنظیماتی که روی خود ساعت هست داخل برنامه هاوفیت هم هستش و خب از اونجایی که صفحه گوشی بزرگتره خیلی راحت‌تر میتونید از اونجا ساعتتون رو تنظیم کنید و تغییراتتون رو اعمال کنید. از حسگرای این ساعت میشه به سنسور اکسیژن خون، سنسور ضربان قلب، سنجش استرس و کلی موارد دیگه اشاره کرد که عملکرد حسگراش واقعا خوب و قابل اتکاه و میتونم بگم خیلی وقتا از ساعت CMF واچ پرو 2 ناتینگ هم بهتر عمل میکنه. واقعا دارم صادقانه نظرمو میگم چون تجربه کار کردم با هر دو تا ساعت رو دارم. عملکرد GS2 پرو توی زمینه حسگرها واقعا بهتره. از 100 حالت ورزشی پشتیبانی میکنه که حالا ورزش‌های هوازی هستن، آبی هستن، تمامی این موارد اونایی که خیلی مهمه داخل این نرم افزار وجود داره. تمامی علائم حیاتی شما مثل ضربان قلب، تعداد گام‌ها، کالری مصرف شده، مسافت طی شده داخل گزارش ساعت و نرم افزار وجود داره. من خودم برای کوهنوردی که از این ساعت استفاده کردم هیچ مشکلی نداشتم. تعداد قدم هایی که ثبت شده بود با ساعت‌های دیگه سنجیدم، دقت خیلی خوب و کافی داشتش. فقط ای کاش اون ارتفاعی که گرفته میشه توی صعود رو هم بهش اضافه کنن توی نسخه بعدی و اینطوری میتونم بگم که واقعا عالیه. GS2 پرو یه باتری 300 میلی آمپر ساعتی داره که با توجه به جستش واقعا موندگاری شارژش خیلی خوبه. اگه همه حسگراش رو فعال کنید بیشتر از 5 روز دوام نمیاره، ولی اگر استفاده معمولی و نرمالی داشته باشید تقریبا بین 1 هفته تا 10 روز دوام میاره که این نکته خیلی خوبی به حساب میاد. مدت زمان شارژش هم فقط 2 ساعت طول میکشه که از طریق کابل شارژی که براش در نظر گرفتن اتفاق میفته و باید حواستون باشه که به همه آداپتورها وصل نکنید تا باتری ساعت خراب نشه. ترجیحاً سراغ آداپتورهایی برید که خروجیشون 1 آمپر یا نهایتاً 2 آمپر باشه. حالا به نظرتون GS2 پرو ارزش خرید داره؟ باید بگم که بله، این ساعت با توجه به قیمتی که داره امکاناتش واقعاً خوب و کامله. نرم افزارهای خیلی خوبی داخلش در نظر گرفته شده
دقت حسگراش خوبه، صفحه نمایشش به شدت با کیفیته و موندگاری باتریش هم واقعا خوبه و نیاز نیستش که دم به دقیقه مثل ساعت‌های اپل واچ و گلکسی واچ به شارژ بزنیدش. اینطوری نیستش و میتونم بهتون بگم که اگر تا 5 میلیون تومان دنبال یه ساعت هوشمند با کیفیت و با کلی امکانات هستید، GS2 پرو میتونه انتخاب خیلی خوبی براتون باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.